جنگ جدید نغمه و منگل. اما چرا کنسرت مشترک این دو نرمن لغو شده است؟ دلیل اشلیزی منگل برای چیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوع خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب بدهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. نغمه یکی از هنرمندان محبوب و سلطان صدای افغانستان است. نغمه خانم اول آقای منگل است. منگل هم از جمله هنرمندان خوب پشتو زبان کشور ما است. این دو در اوایل کارهای هنری آهنگ‌های مشترک بیشمار سرودند، اما اختلافات میان این زوج هنری باعث شد در سال 2006 از همدیگر جدا شوند و راه و روش زندگیشان و راه هنر موسیقیشان از هم جدا شد. نغمه به بار دوم ازدواج کرد، اما آقای منگل تا اکنون ازدواج نکرده است. ثمره ازدواج این دو هنرمند 5 فرزند می باشد. منگل تا اکنون ازدواج نکرده است و همیشه وقت در هر برنامه تلویزیونی یادی از نغمه و خاطرات وی می کند و بیان کرده است تا آخر عمر من ازدواج نمی کنم و به یاد خاطرات نغمه زنده خواهم ماند. این همه در حالی است که بگو مگوهای فراوانی وجود داشت که نغمه و منگل در سال 2024 در شهر امریکا برای استقبال از سال نو میلادی کنسرت مشترک اجرا خواهد کردند که این خبر از طرف علاقمندانشان تشویق فراوان شد. اما اکنون دوباره خبرهای از طرف نزدیکان نغمه و منگل در صفحات مجازی منتشر شده است که گویا کنسرت این دو لغو شده است و دلیل لغو کنسرتشان هم تا اکنون معلوم نیست. با آنکه نغمه و منگل از هم دیگر جدا هستند ولی در یک شهر زندگی می کند و نغمه و منگل رفت و آمد بر خانه اولادان خود دارند. داماد نغمه و منگل آقای شفیق مرید هنرمند خوب دیگر کشور ما است. ما هم برای این دو هنرمند آرزوی سلامتی طول و عمر می نماییم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. تا درود دیگر، بدرود.